سلام، امروز اینجاییم برای معرفی 10 تا فیلم برتر قرن 21 از نگاه کمپانی معتبر نیویورک تایمز. قبل از اینکه بریم فیلم‌ها رو ببینیم باید بهتون بگم که سابسکرایب، لایک، کامنت یادتون نره چون من به حمایتتون خیلی نیاز دارم. شماره 1 شبکه اجتماعی، داستان تأسیس فیسبوک توسط مارک زاکربرگ. شماره 2 شهر اشباح، قصه یه دختر بچه که با خانواده‌اش وارد یه شهر عجیب و غریب میشن و پدر و مادرش تبدیل به خوک میشن. شماره 3 برو بیرون، قصه یه پسر سیاه‌پوست که به اصرار زیاد دوست دختر سفید مفیدش میره پیش خانواده دختره، کاری که ای کاش نمی‌کرد. شماره 4 درخشش ابدی یک ذهن پاک، قصه یه دختر و پسر که تصمیم گرفتن با تکنولوژی روز خاطرات عاشقانه‌ای که از هم دارن و از ذهنشون پاک کنن. اما شماره 5 جایی برای پیرمردها نیست، داستان یک قاتل زنجیره مرگبار که دنبال مردیه که $2 میلیون از یه معامله به ثمر نرسیده یه مواد مخدر بلند کرده. شماره 6 مهتاب، قصه یه پسر سیاه‌پوست در 3 دوره زمانی زندگیش. شماره 7 در حال و هوای عشق، داستان یک زن و مرد همسایی که متوجه میشن همسراشون دارن با هم به اینا خیانت میکنن، اما برخورد دو نفر با این موضوع خیلی منحصر به فرده. شماره 8 خون به پا خواهد شد، داستان دنیل پولیویو که برای به دست آوردن قدرت بیشتر هر کاری میکنه. شماره 9 جاده مالهالند، قصه یه دختر جوان که به سودای سینما وارد هالیوود میشه ولی انگار وارد یه دنیای توهمی شده. شماره 10 انگل، قصه یه خانواده بسیار فقیر اما بسیار باهوش که مثل یه انگل نفوذ میکنن توی زندگی یک خانواده ثروتمند ساده.